کیست مادر؟ آن که فیض و عافیت بخشید، با فزودنها و با درک و شکستنها روی راه زندگی رخشید. کیست مادر؟ پیکری که درد و نشناخت، جسمهای نو به دنیا داد، سوخت اما زندگی را ساخت. السلام علیکم. در مورد آزمونی که از جانب روزنامه ختلان راه اندازی شده بود، همین را میخواهم بگویم که چون از آغاز چون آگاه شدیم که کارمندان روزنامه ختلان چنین یک آزمون را که بخشیده شده است به زن مادر، به آلیه مهر، به نفری که جانبخش است و مهر افزا است و نور پاوا است و یگانه است، تسکین بخش دلها است، یعنی مادر بخشیده شده است. من هم تصمیم گرفتم که یک شعری که بخشیده شده است به یک زن مادر، نفری که هستیش را برای فرزندانش قربان میکند و نام شعر کیست مادر است، به این آزمون خوب فرستادم و از جانب اعضای حکمان این شعر خوب دستگیری یافت. یعنی شعری به همگان مقبول بود و من امروز از آن شدم که همین شعر است، همین شعر که در حقیقت بخشیده شده است به یک زن، به مادر، و در آن ترنم شده است که کیست همان زن، کیست همان مادر، از آغاز تولید فرزند تا به وایه رسیدن و به صف قوه های مسلح رفتن و بعدا در خدمت پدر و مادر قرار گرفتن همون فرزند، همین شعر بخشیده شده است و برای من خرسندی بخش است که امروز این شعر، یعنی شعر کیست مادر، جای نمایان را گرفته است. سپاسگزارم از نفرانی که در این جاده با من کمک کردند و دستگیری خود را دریغ نداشتند.